من به تبریک تولد اعتقاد ندارم. بله درست شنیدی. سلام، آنی هستم. به این کانال خوش اومدی. امروز میخوام در مورد یه قضیه صحبت کنم که میدونم خیلی مخالف خواهد داشت، اما به هم اجازه بدین این حرف رو بزنم، این صحبت رو داشته باشم، به خاطر اینکه مسئله‌ای که هیچکی جرئت نمیکنه به نوعی یا در موردش حرف بزنه یا اصلا بهش فکر نمیکنه. اگر که این ویدیو رو تا آخر ببینید، شاید آخر ویدیو به هم حق بدین بابت چیزایی که میگم و به این نتیجه برسید که خیلی هم مباحثی که دارم بهش اشاره میکنم خارج از واقعیت و دور از باور نیست. ببینید بچه‌ها، در مورد داستان تولد اگر یه ذره دقت کرده باشین دور و براتون به این نتیجه رسیدین و دیدین که انگار در تمام طول سال آدم‌هایی که تو زندگیتون هستن بهتون پیام میدن، روز تولد و تبریک میگن، انگار که در طول سال اصلا نیستن. نه حضور شما نه وجود شما برای اون اهمیت داره. کارشون بهتون میفته، ممکنه بهتون پیام بدن. یا اینکه اگر شما خودتون یه پستی بذارین، یه استوری بذارین، اشاره بکنید که تولدمه، یا اینکه به نوعی بقیه بفهمن که تولد شماست، اون موقع یه پیام بسیار کلیشه‌ای برای شما میفرستن، میگن تولدت مبارک، 100 ساله بشی، 120 ساله بشی، شم 100 سالگی تو فوت کنی، 200 سالگی تو فوت کنی، آرزوی بهترین، آرزوی شادی، آرزوی خوشبختی، یک مشت حرف‌های مثبت اما به شدت کلیشه‌ای که اصلا هیچ معنایی واسه گوینده نداره. اون کسی که داره برای شما آرزوی بهترین رو امروز میکنه همون مسیج رو دقیقاً کپی پیست میکنه، فردا واسه یکی دیگه، پس فردا واسه یکی دیگه، پس این فردا واسه یکی دیگه. ننشسته خالصانه برای شما آرزو بکنه. واقعا دیگه اینقدر ساده لوح نباشیم. فکر نکنیم که این آدم واقعا به فکر من بوده، کل سال داشته به من فکر میکرده و امروز که تولدم شده داره به من پیام میده. نه، واقعیت اینه که آدم‌ها به شما فکر نمی‌کنن. آدم‌ها اصلا شما رو اصلا انگار که وجود ندارین. یعنی یادشون میره مگر اینکه کارشون بهتون بیفته، به شما احتیاج داشته باشن، یا اینکه دوباره میگم به نوعی شنیدن تولدتون رو فقط دارن صرفاً تبریک میگن که اون مسئولیت رو به جا آورده باشن. صرفاً بگیم که ما یه پیاممون رو دادیم، چک. سالی یه بار به طرف پیام میدیم، مسئولیت نمیدونم انسانیمون رو به جا میاریم، چیه که نمیدونم طرز تفکر چیه، فقط انگار که یک عملیه، یک وظیفه‌ایه که انجام میشه، دان میره تا سال دیگه. ببینید دو تا قضیه که امروز میخوام به طور خاص باهاتون صحبت کنم. مورد اول شرایطیه که آدما میگن او تولد یک نفر به معنای اینه که ما به یاد میاریم اون طرف تو این دنیا اومده، به وجود اومده، به خاطر بودنش، حضورش داریم جشن میگیریم. این جشن و تبریک و اول از همه میگم که فقط شما نیستین که تو اون روز متولد شدین. اینو دیگه فکر کنم همتون میدونید. تو اون روزی که شما به دنیا آمدین متولد شدین، هزاران آدم دیگه هم متولد شدن و روز تولد شما که جشن میگیرین اون روز نیستش که شما به دنیا آمدین. سالها قبل در چنین روزی شما به دنیا آمدین و فکر کنید هر سال تو اون روز هزاران آدم به دنیا میان، هزاران آدم به دنیا میان. پس اتفاق و پدیده بزرگی برای شخص شما نیستش. شما فقط یه روزیه که اوکی میگین که به یاد میارین. اما میخوام بگم توی این حالت اول اگر که کسی تو زندگیتونه که بهش اهمیت میدین، دوستش دارین، بودن اون طرف برای شما معنا داره، صبر نکنید که تولدش بشه بخواید بهش تبریک بگین. سعی نکنید فقط یک روزی باشه که شما به یاد بیارین این آدم تو این دنیاست، این آدمی که باید قدرش رو بدونم. نه عزیز من، اگر که واقعا به این نفر اهمیت بدی، تو باید هر روز قدردان اون طرف باشی، هر روز شکرگزار این باشی که اون آدم تو زندگیته، پدرت، مادرت، خانواده‌ت، برادرت، خواهرت، نمیدونم بچت، همسرت، هر کی که هست، دوست صمیمیته. اگر آدمیه که برات اهمیت داره، اتفاقا خیلی زیباتره که رندوم در طول یک روزی از سال، نه یک روز خاص، نه یک مناسبت خاص، خیلی رندوملی به طرف پیام بدی یا بهش زنگ بزنی، بگی که مرسی که هستی، مرسی که تو زندگیم هستی، مرسی که دارمت، مرسی که به دنیا اومدی. مسئله‌ای که هست آدم‌ها وقتی تولدشون میشه متقابلا از شما انتظار دارن و صرف تبریکی که شما میگین اون انتظار رو به جای میارین. هیچ چیزی بالاتر از این نداره. روز تولد آدم انتظار داره که کادو بگیره، انتظار داره که تبریک بشنوه. اگر تبریک نشنوه یا کادو نگیره از یه سری آدم‌های نزدیکی که خیلی بهش اهمیت میده، بهش بر میخوره، تازه ناراحت میشه. اما ببینید چقدر قشنگتره که شما این کارو خارج از مناسبت انجام بدین. یک روز رندومی به یه نفر کادو بدین، واسش گل بگیرین. اتفاقا اون چون انتظار نداره بیشتر اپریشییت میکنه، بیشتر ارزشش رو میدونه، بیشتر لذت میبره و خوشحال میشه. شما اگر همون کارو دقیقاً تو روز تولدش انجام بدین، طرف میگه مرسی، تو دلش میگه که خب وظیفت بود، اگر نمیکردی ناراحت میشدم.
ولی شما اگر خارج از مناسبت انجام بدین، هم اون طرف بیشتر حال میکنه، هم ارزش کارتون بیشتره. همین که درستش اینه، شما باید هر روز رو تولد یک نفر بدونید، هر روز رو به خاطر بودنش جشن بگیرید، نه اون روز خاص. اون تبریک برای روز خاص است. اگر که فقط اون روز باشه بسیار بی‌معناست. این یک. دومین وضعیت این که بچه‌ها، یکی از علت‌های دیگه این که من خودم به شخصه تولد رو خیلی مناسبت خاص و عظیمی واسه جشن گرفتن نمیدونم، یعنی اوکی به نظرم مثل هر روز دیگه ای، اما به خاطر اینه که من اینو یک دستاورد نمیبینم، دستاورد برای تویی که تولدته نمیدونم. اگر که سالگرد ازدواج باشه، من خیلی سالگرد ازدواج، حالا هر نوع سالگردی که آدم‌ها دو طرف انرژی گذاشتن، تلاش کردن تا یه چیزی یک سال دیگه دووم بیارن و اون رو جشن بگیرن، خیلی با ارزشه، به خاطر اینکه اونا دارن یک دستاورد رو جشن میگیرن. یک سال تو سر هم زدن، لحظات خوب داشتن، لحظات بد داشتن و در واقع واقعا دووم آوردن یک سال دیگه، و اون چیزی که شما بهش تبریک میگین، نه به خاطر اون روز، به خاطر اون دستاورد. حالا تولد شما دستاوردتون چی بوده؟ شما آیا نقشی داشتین در تولد خودتون؟ خیر. آیا شما انتخابی داشتین؟ خیر. عملاً کسایی که تولدشون میشه خیلی میرن توی فضا، با اونا هستن که فکر میکنن وای تولدمه، میرن انگار که دوچار نمیدونم یک توهمی میشن و فکر میکنن که واقعاً چه دستاوردیه تو زندگیشون. ببخشید، no offense، قصد توهین و بی‌احترامی به کسی ندارم، اصلا توهین هم نیستش، فقط صرفا دارم یک مسئله عمیق فلسفی رو باهاتون صحبت میکنم. عزیزم، تولدته نتیجه تلاش پدر و مادرت بوده، نه تو. پس خیلی قشنگه بریم به پدر و مادر اون طرف تبریک بگین، تبریک بیشتر به پدر مادر بگین، دمتون گرم، با شما زحمت کشیدین، بدبختی کشیدین، یه بچه رو تو این دنیا آوردین. به هر حال نتیجه یعنی دستاورد برای پدر و مادر حساب بشه، نه خود شما. پس هم که شما جو میگیری، جوگیر نشین. شما هیچ گونه انتخابی تو تولد خودت نداشتی، پس اگر که هیچ تلاش و انتخابی نداشتی، پس نمیتونی بی خود واسه خودت بگی تولد خیلی بزرگش کنی، چون دستاورد تو نیستش. چیزی که دستاوردار رو باید جشن گرفت، ولی چیزی مثل تولد رو میتونی تولد رو هم جشن بگیری. ببین، خواهشاً اشتباه برداشت نشه، صفر و صدی سیاه سفید به داستان نگاه نکنین. نمیگم نباید باشه، میگم که یک سری چیزا بیایم معناشو درک کنیم، بدونیم داریم یه کاری میکنیم، صرفا اینه مثلا یه ربات انجام ندیم، بدونیم داریم چی کار میکنیم. اگر داریم یه چیزو جشن میگیریم، بدونیم چی رو داریم جشن میگیریم. ارزشی که به یه سری چیزا میدیم، به نظر من همه چیزا مساوی نیستن. ارزش تولد تو با ارزش مثلا سالگرد ازدواج تو خیلی یکی نیستش. یکیش دستاوردی که تو داری جشن میگیری، یکی که صرفا داری جشن میگیری به خاطر اینکه اون روز انتظار داری دنیا به توجه بکنه، بریم نمیدونم یه قهوه رایگان بگیری، بری از سفورا یه چیز جایزه بگیری، همین قدره. تو اون روز واسه خودت بزرگش کردی. حرف من اینه که بیایم هر روز رو مثل تولد خودمون ببینیم. اگر خودتی که تولدته، هر روز تو باید شکرگزار این باشی، مرسی که من تو این دنیا هستم، احساس شکرگزاری بکنی که این فرصت بهت داده شده که بیای وارد این بازی بشی، این دنیا رو زندگی کنی، تجربه کنی. هر روز به خاطر آدم‌هایی که دور و برتونن شکرگزار باشین، بهشون خیلی بدون موقعیت و مناسبت بهشون بگین که مرسی که تو زندگیم هستین، بهشون هدیه بدین، حال خوب به هم دیگه بدین. منتظر نباشید سال به سال یک مرتبه، یک پیام، یک هدیه. اوکیه ها، ولی کافی نیست. میخواین ارزش بدین، باید هر روز هم برای خودتون هم برای دیگران این حس رو داشته باشین، همدیگر رو خوشحال بکنید و به دستاورداتون هم یه مقدار اهمیت بیشتر بدین. نمیگم از اهمیت تولد کم بکنید، به هیچ عنوان اینو نمیگم، ولی چیزهایی که انگار خیلی محو براتون رو فراموشش کردین بعد از یه مدت، مثلا بعد 10 سال 20 سال ازدواج کردن، انگار که خودتون رو فراموش کردین، رابطتون رو فراموش کردین، میخوام بگم که هی حواستون باشه، بابا این دستاورد خیلی بزرگیه، همه نمیتونن به اینجا برسن. وقتی شما رسیدی جشنش بگیر، فریادش بزن، پایکوبی کن، آقا این خیلی ارزشمنده. بیاین اصلا لول بندی نکنیم، ولی یه سری چیزا رو که فراموش میشن و به یاد بیاریم. هر روز رو جشن بگیریم. هر روزی که شما چشماتون رو باز میکنید، یک روز جدید رو میبینید، اون یک فرصت جدیده. اون روز تو باید خوشحال باشی، اون روز باید قدر بودن تو بدونی، قدر بودن خانواده‌تو بدونی. همین عزیزای من، خودتون رو عشق، لطفا نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسین، دوست دارم که بخونم، ببینم شما چجوری فکر میکنید، و اینکه لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، این زنگوله هم که اینجا هست ممنون میشم روش بزنید.
ببینید چه اتفاقی میافته. همین دیگه، روز خوبی داشته باشین. پیس.